بسم الله الرحمن الرحیم. سورة یونس آیه مبارکه 15 الی 20، صفحه 210. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در آیه قبلی بیان فرمود که ما هلاک ساختیم قبل از شما اطر انسانهایی که اونا ظالم بودند. وقتی که انبیاء علیهم السلام برشان احکام الهی را آورد اونا ایمان ناوردن و بعد از این الله بیان فرمود که ما شما را جانشین در زمین ساختیم بعد از اونا ببینیم که شما چه اعمال را انجام میدین. در این آیات مبارکه رب العالمین پیرامون مشرکین مکه بیان میکنند. وقتی که آیات پروردگار متعال با اونا پیش میشد اونا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این تقاضا را میکردند که عوض از این قرآن دیگر کتاب را برشان بیاره که بتهایشان را بد نگوید، آنچه را که اونا خوش دارند مطابق به میلشان بوده باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان فرمود که وحی الهی به دست من نیست، این از طرف الله هست. 40 سال من با شما بودم قبل از بعثت، آیا من کدام کتاب وحی را بر شما بیان کردم؟ این دلیل را بر از اونا پیش میکنه و میفرماید که کسانی که نمیپذیرند دین الله را اینا کامیاب نمیشن، مجرم هستند، الله اینا را عذاب میده. الله متعال میفرماید و اذا تتلی علیهم آیاتنا، وقتی که خوانده شد برایشان آیات ما، اتر آیات ما که بینات واضح و آشکارا هست، قال الذین میگویند آنانی که لا یرجون امید ندارند لقاءنا ملاقات ما را نمیخواهند و قبول ندارند که روز آخرت بوده باشد، که مرادش مشرکین مکه هستند. اونا درخواست میکنند ائت بقرآن، بیار اتر قرآن را که غیر هذا، غیر از این قرآن بوده باشه، این تغییر بده او بدله، یا آنچه که بیان شده در این کتاب او را تغییر بده. آن این رسول صلی الله علیه و سلم برشان بیان میکنه. الله میفرماید که قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما یکون لی، نیز به دست من ان ابدله، این که تبدیل بکنم آن را من تلقاء نفسی، از طرف نفس خود. آنچه که وحی الهی است من نمیتونم او را بر شما تغییر بدم و تلقاء نفس من نیست که از طرف نفس من ای بوده باشد. ان اتبع، پیروی نمی کنم من الا ما یوحى، مگر آنچه را که وحی شده به سوی الی من، آنچه را که به سوی من وحی شده اونمون من پیروی می کنم. چون الله حکم کرده اینی ارین، من اخاف می ترسم ان عصیتو، اگر نافرمانی بکنم ربی است پروردگار من، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ. حالا اگر می کتاب را تغییر بدم مخاذ الله می ترسم که روز قیامت وجود داره و الله از من پرسان میکنه. بعد از این هم الله ای را بیان میکنه که ای پیغمبر به این مردم بگو آنچه را که من تلاوت میکنم ای از طرف الله بر من هسته، یا بر شما آنچه را که بیان میکنم. قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو شاء الله، اگر میخواست الله متعال ما تلوته، ما تلاوت نمی کردم قرآن را علیکم بر شما، ولا ادراکم به، و خود هم شما را با آن آگاه نمی کرد از این احکام الله متعال.
فقط لبثت به تحقیق ماندم فیکم در میان شما عمرا من قبله، یک عمر در میان شما پیش از این، که امام فخر الرازی صاحب در تفسیر کبیر ذکر میکنه که 40 سال که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت با مردم مکه بود، اونا میفهمیدن که پیغمبر از پیش خود چیز را ناوردن و این کتابی که آمده ای از توان بشریت بالاتر هستند. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم امی بود، ناخوان بود، مکتب و مدرسه و درس نخوانده بود، الله اتر کتاب عظیم را برش وحی نازل فرمود. افلا تعقلون، آیا شما درک ندارین، نمیفهمین؟ پس ایره الله متعال بیان کرد. بعد از این الله ایره بیان میکنه که ظالم ترین انسان کسی است که آیات الله را انکار بکنه. فمن اظلم، پس کی از انسان ظالم تر، ممن از او کسی که افترا علی الله کذبا، به الله متعال بسته کرده دروغ را، او کذب بی آیاته، یا آیات الله را دروغ شمرده، این ظالم ترین انسان هست. انه ارین انمتر انسان است که لا یفلح المجرمون، الله می یقینا مجرمان کامیاب نمی شوند، الله مجرم را کامیاب نمی کند. بعد از این الله متعال پیرامون بتها بیان میکنه که مشرکین مکه بتهای را پرستش میکردند که جلب نفع و دفع ضرر بر از اینا نداشته، و یعبدون و عبادت میکردن اینا من دون الله، بجز الله متعال اتر بتهای را اینا عبادت میکردن، ما لا یضرهم که برشان ضرر نمیرسان، ولا ینفعهم و نفع برشان، و یقولون و میگوین هؤلاء اینمی بتها شفعاؤنا، اینا شفاعت میکنن بر ما نزد عند الله، نزد الله متعال. اینا به این عقیده و باور بودن. قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتنبئون الله، آیا شما خبر میدهید الله را بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، با آنچه که در آسمان ها و زمین است الله نمیداند؟ این سخن شما را درست است. سبحانه، پاکی است الله متعال را، و تعالی و بلند مرتبه است الله عما یشرکون، از آنچه که با الله شریک مقرر میکنین. پس شما مخلوق هستین و الله خالق هستند و شما باید الله را پرستش بکنین. بعد از این الله ای را بیان میکنه که انسان ها از زمان حضرت آدم نبی الی حضرت نوح علیه السلام که در ملتی که گذشته همه از اینا به دین اسلام بودن. بعد از نوح علیه السلام بت پرستی و اینا میان مردم رواج شدن. الله بیان میکنه و ما کان الناس، نبودن مردم الا امتا واحده، مگر یک امت واحده که از حضرت آدم نبی الی نوح علیه السلام بودن. فاختلفوا، بعد از این اختلاف کردن اینا. ولولا کلمت، اگر نمی بود کلمه پروردگار سبقت من ربک، که سبقت میکرد از طرف الله تو، لقضی بینهم، فیصله میشد میانشان، فیما فیه یختلفون، در آنچه که اینا اختلاف کردن. پس حکم الله امی بود که الله تأخیر داد بر از اینا. و یقولون، و میگوین لولا انزل علیه، چرا نازل نمیشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیت من ربه، معجزه مثل موسی، مثل عیسی از طرف الله. فقل، پس بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینا انما الغیب لله، غیب که است مخصوص الله هستند، الله ایره میداند. خب معجزات بزرگی که الله با پیغمبر صلی الله علیه وسلم آورد مشرکین نپذیرفتند، از جمله شق القمر و دیگر معجزات و بزرگترین معجزه قرآن کریم. قل بگوی فانتظروا، شما انتظار بکشین، انی معکم من المنتظرین، و هم از جمله انتظار کنندگان هستم که الله چی معامله را انجام میده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.